درود همزبانان ارجمند، همزمانان نکته سنج. خوب میدانید در مملکتمان ازبکستان نمایندگانی بیش از 140 ملت و قوم زندگی می کنند. برای رواج و رونق زبان، فرهنگ، صنعت، عرف و عادت و آیین‌های ملی ما شرایط فراهم است. از اینجاست که مردم شرفمند ما برای احیای هنرهای ملی این قدرت‌های ما را از نسل به نسل به آلایش میراث می‌گذارند. این لحظه ما آید زندگی نامی مردم کوهبایی اخمی ناحیه فارش ولایت جزخ قریب 80 سال پیش با تقاضای قسمت برای آبادی این مسکن کوچ بستند حکایه می‌کنیم. با مرور زمان جای زیست آنها آباد گشته نام شهرچه ضیاکار را در ناحیه سردریا پیدا نموده است. بینندگان عزیز و ارجمند، ما حالا در خاندان یکی از ساکنان شهرچه ضیاکار ناحیه سردریا قرار داریم و به شما حالا یکی از طعام‌های ملی تاجیکان ناحیه همین سردریا انیختر در دهه اخم تیار میکنند. گلنارپا حالا در دست شما چی است؟ بادام تلخ است. بادام تلخ 1 کیلو میگیریم. خب انا میاندازیم. جواز به انداخته میزنیم. میکوبیم نه. مایده کار شیرکش میگیریم. از 1 کیلو بادام چقدر شیرک پیدا میشد؟ 5-6 کاسه میبرد. این خصلتاش خیلی این خوراک است. این پار دردش به میان دردش به دوا ده. شمال خوردگی به دوا. همین درست انچه مایده شد. درد قریب درد گوش به روغنش درد گوش به دوا میشود. آفرین. ها روغنش هم میگیرند؟ این کوفته روغنش هم گرد میشد. اساسا از بادام تلخ بادام تلخ چقدر مایده شود همان کچر گرفتن آسان‌تر میشود. روغنش میل میبرد. بینید میگن که در دست جمعی همه کار آسان میشود. مثلا 3 نفر شده یک دم قریب که این تلخم بدل گشت. وای بادامی سخته که ما از بادامی شیرین هم تیار میکنن؟ نه اساسی از تلخ تیار میکنند. این تلخ 5-6 ساعت میجوشاند شیرین میشد. این تیار شدگیشون چه خیلی میفهمیم اپا؟ این جگر رنگ میشد چلمه شده میبرد. روغنش میبرد. حالا روغنش قریب که نبرآمد است. بعد اویله چند نفر تیار میکردن یک باره؟ 10-12 کس. 2 کیلو باشد اگر؟ 12 کس میرسد. آبش چقدر میشد؟ 1 فقر. 1 فقرتون این 7-8 لیتر 10 لیتر ده 1 فقر. از 1 کیلو بادام تلخ 10 لیتر شیرک گرفته میکنی؟ 5 لیتر میگرد 1 کیلو. 5 لیتر میبرد. شما که 10 لیتر گفتید از 2 کیلو در نظر داشتید. من تیار شد داشتم. این تیارش حاضر شرکش میگیریم. انا اکنون بادام تلخ هماید تلخانش تیار شد و آب میگیریم. آب میگیریم. انا اکنون با مرلی دکه 4 قبط کره منیت کره مگذرانیم. میفولیم؟ میپولیم. یادم کنم شما؟ نه من موندم. بسم الله الرحمن. من این مایدگیش نگذشتنش در کار تلخ می شود. بوی هم تو بادام تلخ آمدی ساده بعد موقع
اگر وقتی که شیرین شد همین تلخی بوی بادام هم میرود به نظرم. روغنش روی به میبرد. بسیار جریانی خوبه. قریب که نیم کارمو حل شد ایستاده است. نشد. بسم الله. انا همین خیلی کرده آیسته با 4-5 بار پاک میکنیم از همین. من زردش تگشنده ماندنش در کار. من زردش ماند من. رنگش ماند من تگشنده. اینه با مگذرانیم اینشه. هر یک گذراندگی البته تخچینش میماند. نه من تگشنده ماندش کم شد. او حالی هم کمتر شده ساده سه رفته کم میشد نمیماند. باز یک بار میگذرانیم اپا؟ نه باز یک بار گذرانیم بس شد. بید من کمک میکنم. یک کمتر باید باشد آرام باشد تکشیم میشود. تکشیم شدنش بعد اندازه آسانتر میگذرد از دکه. شد من تکشنده سالک مون اکو شد تازه شد. اکن بایش استفاده نمیبریم؟ نه بایش اینش انا اکنون تازه اینه دیگ به میاندازیم؟ دیگ به میاندازیم میپزه. و چند ساعت میپزد؟ 6 ساعت میپزد. آفرین. بعد از 6 ساعت برای استعمال تیار میشه. مرحمت به دیگ میبریم. تیار شرکه من دیگ به انداختم. چند ساعت بعد تیار میشه عادت جان؟ بعد 5-6 ساعت تیار میشه. 5-6 ساعت. این هم کوفته شدن در کار. پاستا شده یا آتش؟ نه اول بلند کرده اینه میجوشانیم. کوفته میشینیم. ندمیدنش در کار. تگش نگیتنش در کار. مثل شیره کنون این چیز. مثل شیر میشه؟ شیر باره میدود. من روغن هاشم برام سرد من. روغن جوشیدن گرد روغنش میبرد. باز در این محله یکی از طعام‌های ملی تلقان هم تیار میکنن. تلقان از نان، از گندم، از برنج، از جوهر مکه و در اینجا کدوی اروغش، دانه های کدو. و امروز ما از آفتاب پرست میکنیم. مرحمت کنید برای از آفتاب پرست تیار کردن تلقان چی ها لازم به ما؟ ما هم به آفتاب پرست در کار ای نان در کار کمترک ای شکر نان خوش کرد. آفتاب پرستم اول تاب داده گرفتیم بیرون کرده گرفتیم. بیرون کرده گرفتیم چون که هم شرم میشد هم آسان میشد و هم در گرمیش باز کوفتن هم آسان میشد. مرحمت جریان کار دوام میدیم. تو کیل را میشن اکوی نمیزنیم. این از کی بود همه خیلی تلقان های شما استعمال میکنید آنفا؟ این از اول مایدوک بودن هم مانده ما مایان ما آچگان ما میکرن. این من یاش بچگانم اشکمش سیر توتمش میکند. هم تنقسط آم هم
foyda sog'liq birasi sara foyda این چون که همه چیز میان زدرنیم با این برای استعمال هر روز میخورن یا وقتی که مهمان ها میبیاد یا که توی تنتنه ها استفاده میبرن؟ معرکه ها با هم دسترخوان به میمانن نیک وقت از اون چای که تخورید اشکمتون تابت سیر میگردید و برای کدام کسلی های هم دوا باشه؟ دوا یکم ورند شمال لمش با همه همین پوستش بالوش باید حلقان شدنش در کاره حل شدنش در کاره حاضرم یاشویا میکنن میخواه خوراکویا جوانویا بچه هویا مکنه حاضر کرسارا مکنه حاضر اکنون فهمیدن که جوان هویا این خوراکوی سرغذایی طبیعی برای ارگانیسم انسان خیلی فایده آوره نون برای چی اپا قطع کرده میشد اینجا؟ نه یک دیگرش به سر قوش میش میکند نه؟ با مزه تر میشد؟ با مزه میشد مزهش دیگر چه؟ و چقدر همین خندوای با افتو پرست با نون میاندازیم چقدر اپا؟ یک کیله با من یک کیله با نیم کیله باره نون خشک یک نونی همین مایده یکگی شدگی نونم در روزگار اول نمیشود نونی همین خوش کرده میماند و برای همین تلقان استفاده میبرید انا همه خیلی چیزایی وقتی که تیار میکند وقتی بسیار طلب میکند لیکن سه کس در اویله همین مثلا خانه صاحب خانه کلینش دخترش با هم پرگره یاردم داده پرگره به سر همسایه ها تام میشود همسایه هم جغزاده تیار میکنه تو نه حاضر هم در توی مرکه ها این تلقانه میکشنده های حاضر شد اینا تیپ کنیم با انداخته با میکوبیم اینا باز میکوبیم می بعد شد و در کار نبوده که جاشه کم شد بوی هم تو آفتاب پرست بعد دماغ میزده است اشتهای آدم کشا میکنه من اکن تلقانم تیار شد کمتر شکر خوش میکنم شیرینم نمیکنه پرشیرینم نمیشد کمتر میانزیم میشد من تلقانم تیار شد من دوستان عزیز تلقانی که ما از مغز از آفتاب پرست تیار کردیم برای استعمال آماده شد تیار آش شود میگیم آش شود دست شما درد نکند سلامت باشید تشکر خورتوپر موینده آب الیقاکت علاوه میشوییم کروتا کی وقت خوشویی میگیرد خاله؟ کروتا چخیرش انتخاب میکنه؟ اما کروتا چخیرش انتخاب میکنه؟ خوشکره بهاران خوشکره گیره چاکروش داده شدگی ها را بکنیم اما تقریبا 1 کیلو حاضر کروتا هست یعنی اندازه سر میکنیم نباشه ده کروتا باید چیکار میکنه؟ بعد یک چای قیره میگیریم آب تو چکت الکت آبی جوشانده؟ جوشانده یک کره گرد و دست نمی سوختگی این بار اول چایخانده می گرفته ده؟ این آبی که ما استفاده نمی بریم چند کاشمو برید انا اکنون آبی که فرود خوبه تماما درانی همین با آب می کنیم آب کره آب کره عادتا با دستا میفشونه با دست مشکنه این چند وقت دوام میکنه خاله جان؟ تا این غوسک شده نشه
بعد سال همین وقتی خروتابه تهیه کردم من نیم ساعت وقت میگذشته است. من حق همسایه دوگانه های جمع کرده بسیارتر ماموهای توره شعر و ترانه خوانی کردگی شما از پشت کارتان شده اپا ها یک جوانی یاد کنیم و از سرودهای جوانی ما خوانیم. آمدت گردم قد آمدت گردم آمدت بگردم قد آمدت بگردم بیارگی من باسی از آمدنت گردم بیارگی من باسی از آمدنت گردم آمدت بگردم قد آمدت بگردم آمدت بگردم قد آمدت بگردم یار آمد و یار آمد یار از رهی دور آمد یار آمد و یار آمد یار از رهی دور آمد یا خنده طلب کردم چشمش بگیر آمد یا خنده طلب کردم چشمش بگیر آمد آمدت بگردم قد آمدت بگردم آمدت بگردم قد آمدت بگردم چشم سیاه زاغد مادر نبیند داغد چشم سیاه زاغد مادر بیند مادر بیند نبیند عاشق نبیند داغد مادر بیند نبیند عاشق نبیند داغد آمدت بگردم قد آمدت بگردم آمدت بگردم قد آمدت بگردم یارکی من باسی از آمدنت گردم یارکی من باسی از آمدنت گردم. تقریبا کمی قفزتر شدن آبی خروتاب داده به دک انداخته تا جوشیدنش آمیخته کرده می استیم. به کاسه ریزه های نان قاق را می اندازیم. سپس خروتابه را پس روغن زرد داغ را به بالایش می اندازیم. محلا مونده ازبک و تاجیک فرقش نیه. همه ما خدا هم شدگیم خدایان ازبک بود ازبک کلینم ازبک چه خیلی کلینه سرا اختا ما رون تنگش یاد کت سارت حاضر ما این اونا را یاد میگیریم همه تکره بچه نویرا را کلون کر ساریم دام تاجیک چگم میزنیم دام ازبک چگم میزنیم همه تکره کلون شوی سارت توی کنیم اگر قطمال میکنیم پتر میکنیم غلمنده میکنیم حق همسایه تویده شده توی به خدمت میکنند ما یا ازبکان بمیریم اونا ما یا میبیاد خود انده چلیکام هم تا ازبکان یکدیگر ما کم نمیکنیم هم ما خورسند محلا هم خورسند توی به یکیم هم ما نیم عصر زیاد است که با ماشینی بارکش شوق دینکه به خلق و وطن خدمت میکند. آنقدر شیفته صنعت است که نامی هر یک هنرمند اصیل را با ترجمه حالش با شوق بیان میکند. در برنامه‌های کنسرتی آنها چه در تاشکند و سمرقند و بخارا حتی در دوشنبه و خوجند اشتراک کرده است. او برابر دوست داشتن صنعت و فرهنگ برای نگاه داشتن آیین‌های ملی سهمی مناسب می‌گذارد. من اصلش راننده ام. همه صنعت مخلصم. صنعت نقض می‌بینم. بابا مراد همدموف، آرتق آتجانوف، شیرالی جورایف، توکل قادیرов، فخرالدین عمرov، آرتق آتجانوف هم صنعتکارهای ازبکستان مخلصم. باز از وای زاید استاد جاربیک مرادov، مستانه ایرگش و افضلشاه شادیوف، دوران علیماتوف، بای محمد نیازوف هم صنعتکارها رو دوست می‌دارم. همه خانه های من با استاد جاربیک مرادov آمدگیان، مستانه ایرگش و آمدگیان، دوران خدا رحمت دوران علیماتوف آمدگیان، توی ها و خدمت کردگیان. ما همون هم کنسرت های استاد میروم. صنعت که اصلاره سرخط ندارد، همش صنعت که اصلاره سرخط ها همش کشاده ده. قطار همون من از ازبک تاجیک 40 میلیون آدم سرخطار کشاندم با خرسند شد. قطار همون من هم خرسند شدم. گر ملکی تو شام
مگر یمن خواهد بود از سرحدی چین تا ختن خواهد بود روزی که از این سرا کنی از می سفر همراهی تو هفت گز کفن خواهد بود سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است با هم نفسی گر نفسی بینشینی مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه در هستی با هم بستگی یک دیگریه در هستی با هم بستگی یک دیگریه شاید